کار کردن مایتی رو دکل در حال زدن L23. سید L23 تعویض آنتن. دکل MV 36 متری. سید آنتنای جدیدی که نصب میکنیم، خب این وراکت خود آرادیو که خورده تن آنتن بک تو بک خود آنتن شده، نمیذاره قشنگ آنتن و لوله بچسبه. یا وراکت های جدید، یعنی وراکت های جدید خود آنتن، همون لوله گیرا جفت ولوله میشه و اون طرف هم بک تو بک خود آنتن آراریو، وراکت خود آراریو نمیذاره که آنتن جفت بشه ولوله، فاصله میندازه بین آنتن و لوله. این مشکل باید لحاظ بشه، انتقال داده بشه و مشکل هم باید بررسی شه که این آنتنی که در تصویر داریم آنتن قدیمیه، باید پیاده شه. و رادیوی بالایی که در تصویر دارم اونم باید دیسمانتل شه. آره، متشکر، خداحافظ.